إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، جوانان ارجمند، پیش از همه خداوند جل و علا رو حمد، سپاس و ستایش و شکر بی حد میگوییم که در این فضای صلح و آرامی، در این فضای با برکت و در مکان مقدس همه ما و شما باز این هفته و این جمعه را سپری میکنیم. خداوند جل و علا را برای همه نعمتهای زیبا و مفید و با برکتش شکر و سپاسی بی حد میگوییم. برادران عزیزم، پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرماید که فی ساعة لا یوافقها عبد مؤمن وهو قائم یصلی. در روز جمعه یک ساعت یا دقیقه ها یا لحظه هایی هست که اگر انسان دست به دعا باشد یا در نماز باشد، از خداوند جل و علا طلب و آرزو و امید کند، خداوند جل و علا به شک دعای او را اجابت میکند. پس برادران عزیزم، از این فرصتی مبارک و با برکت و این لحظه های اجابت دعا میکنیم که خداوند جل و علا همه عبادت های ما و شما را به درگاهش قبول فرماید. خداوند جل و علا همه ما و شما را توفیق نصیب کند که خدمت پدر و مادر، خدمت جمعیت و مسلمانان و وطن ما را کامیاب موفق بگرداند. خداوند جل و علا همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور و روحایشان را از ما شاد بدارد. پروردگارا، زندگی ما، فرزندان ما، کشور ما و امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و مبارک و با برکت بگردان. تمام پدران را، مادران را خداوند در حفظ پناهش نگهبان باشد. از تمام بیماری ها خداوند جل و علا شفای کامل و عاجل نصیب کند. دست برداشتگان و تمام مسلمانان، بیماران مسلمانان را شفای کامل و عاجل نصیب بفرماید. دعای همه ما و شما را اجابت فرماید. زندگی ما را با برکت بگرداند و عاقبت و آخرت همه ما را نیک کند و این سرزمین و این وطن عزیز ما را از تمام بدی ها و از تمام فتنه های زمینی و آسمانی در پناه اسمت خویشش نگهبان باشد. پیشروی دینی و دنیویش را همیشگی بگرداند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیزم، پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الدعاء والعباده. دعا این عبادت است و در دیگر حدیث مخ العباده، یعنی اساس عبادت است، مغز عبادت است. و خداوند جل و علا در سوره بقره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظیم. و یکی از صحابگان نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد و گفت آیا خدا ما را میشنود؟ آیا مناجات های ما را میشنود؟ آیا دعاهای ما را میشنود؟ پس این آیت نازل شد و ای پیامبر بگو و اذا سألك عبادی عنی، و اگر بندگان من پرسیدند، اگر مرا مناجات کردن، مرا دعا کردن، از من طلب کردن، فإنی قریب، من به آنها بسیار نزدیکم. اجیب دعوت الداع، اجابت میکنم دعاهای آنها را، مناجات های آنها را. پس برادران عزیزم، دعا سلاح مؤمن است.
در هر مشکلی که گرفتار شدیم و در هر خوشی ها و در هر وزنینی ها و در هر کارمون دعا رو فراموش نکنیم. در حق خود دعا کنیم که خداوند جل و علا ما را همیشه در راه راست استوار و پایدار نگاه بدارد. ما را در خدمت مسلمانان، جمعیت مسلمانان و تمام عالم اسلام کامیاب و موفق بگرداند. دعا کنیم در حق خودمون، در حق پدر و مادرمون، در حق فرزندانمون، در حق برادران و خواهرانی که در خونریزی ها و در ستم و ظلم قرار دارند. در وطن آنها جنگ و خونریزی ها و ناعدالتی ها هست. اگر انسان در حق یک انسان دعا کند، اجر و پاداشش خداوند جل و علا نصیب میکند. اگر انسان در حق تمام مسلمانان دعا کند، به عدد تمام مسلمانان خداوند جل و علا به او اجر و پاداش میدهد. برادران عزیزم، موضوع این هفته‌ای ما تکفیر از نگاه اسلام است. تکفیر چی هست؟ کلمه تکفیر چی معنی دارد؟ به کفر حکم کردن یک انسان رو، یک مسلمان رو تکفیر میگویند. یک مسلمان رو بگویی که تو کافری، این گناه بزرگ رو چی میگویند؟ تکفیر کردن یک مسلمان. این اجازه برادران عزیزم کفر گفتن یا تکفیر کردن هیچ یک از مسلمان، هیچ یک از انسان جایز نیست برادران عزیزم. خداوند جل و علا که خودش را با رحمانی و بخشندگی معرفی کرده است و اسلامی که سراسر همه خیرخواهی و برکت و صلح است و قرآنی که برای رحمت مؤمنان آمده است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و پیامبری که برای رحمتی برای تمام عالمیان است. پس چی طور ما میتوانیم یک انسان را به کفر حکم کنیم که این بالاترین گناه است برادران عزیزم؟ امروز در مورد یکی از مسئله هایی که همیشه در جامعه مسلمان نشین میتواند باعث اختلاف و فتنه های بزرگ گردد صحبت میکنیم. سخن در مورد تکفیر یا کفر حکم کردن دیگران میرود. این ظهورات نامطلوب تقریبا در همه قرنها به نظر میرسید، زیرا در این کار نامطلوب همیشه بعضی از متعصبان منفعت دار بودند، در حالی که خداوند مسلمان بودن یا نبودن مردم را ایرای خود میدوند و صراحتا بیان می‌دارد که اگر او می‌خواست همه مردم عالم را مسلمان خلق می‌کرد. آنانی که از علم و معرفت و دانش‌های زمان برخوردار نیستند، با هر بهانه دیگران را به کفر و بدعت حکم می‌کنند. به یاد آرید که چگونه متعصبان سینای بزرگ را کافر خواندند. ربایی زیرین سینا همیشه حالت دردناک آن زمان را افاده می‌کند. کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در دهر چومن یکی آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. همین کفرگویی ها از کجا شروع شد؟ از قوم معتزله در دوران خلافت عثمان و حضرت علی رضی الله عنه کرم الله وجهه پیدا شد که آنها همیشه فکرشان به دست آوردن منفعت بود و گمراه کردن و فرقه کردن مسلمانان بود، ضعیف کردن اسلام بود. هدفشون همین بود. مسلمانان را برای اندکترین گناه کافر میگفتند. وقتی یک مسلمان را برای یک گناه اندکترین به کفر حکم میکردند، پس ریزانیدن خون او را برای خود حلال میشماریدند، غصب مال او را برای خود حلال میشماریدند. پس همین را سبب کردند، واسطه گرفتند و مسلمانان را به فرقه ها جدا کردند و به کفر و بدعت و دیگر مسلمانان را فرقه جدا کردند. چنانکه که میبینیم از دوران صحابگان این پدیده نامطلوب به کفر حکم کردن مسلمانان به یکدیگر بود. امروز هم چنین گروه های تکفیری در شکل های گوناگون فعالیت میکنند. در جهان اسلام گروه، رویه و حرکت های گوناگون ظهور کردند که از نام دین برآمد نموده آن را برای منفعت های خود استفاده میبرند. دین مبین اسلام را بازیچه سیاست های اقتصادی خود کردند. برادران عزیزم، اهل تکفیر
تروریستانی هستند که هدفشون جز به دست آوردن مال دنیا چیزی دیگری نیست. مخصوصا چند سال پیش در عراق 500 نفر زنان و دخترانی که به همخوابگی با جنگجویان راضی نشدند وحشیانه سر زده شدند. مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب 7 اورنگی خود عقیده اهل سنت و جماعت را در باب این که به کفر حکم کردن اهل قبله روا نیست بسیار به صورت دقیق بر ریشه نظم کشیده گفته است: گرچه صد بدعت و خطا و خلل بینی او را زیر روی علم و عمل، مکن او را با سرزنش تکفیر مشمارش ز اهل نار و سعیر. اگر عملهای وحشیانه تکفیری ها جهاد باشد، پس این جهاد مقابل کی هست؟ مقابل مردم آسایشته، مقابل زنان و کودکان، یتیمان و برجاماندگان که همگی مسلمان و گوینده کلمه شهادت می باشند. برادران عزیزم، محض همین عقیده های تکفیری بعضی از جوانان گمراه ما را به سوی عراق و سوریه کشید و آنها را بدبخت کرد. از هر گوشه جهان جوانان خودخواه و جاهل به دعوت‌های داعش باور کرده به دست عراق گرفتند و به خونریزی دست زدند. برادران گرامی، بیایید به اصل مسئله از نظر قرآن و سنت وارد شویم. قرآن شریف و سنت پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دستوری اساسی تمام مسلمانان بوده. فعالیتی برون و آن از اینها مسلمانان را به گمراهی میبرند. از ابتدای گسترش اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و نخست مسلمانان همه گونه رنگ و مشقت و تهدید و تحقیر و عذاب روحی و جسمانی را حمل نموده در شرایط نهایت دشوار تشویق دین می شدند و هرگز از اصول وهم و قتل و کشتار مخفی و دیگر اعمالهای خاص به اصطلاح امروزه تروریستی استفاده نمی بردند. مخصوصا اگر به حیات شخصی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که نمونه عبرتی برای ما است نظر اندازیم، تجلیل خلق نکوی عالی انسانی رو در میابیم. پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در عصرهای میانه نمایندگان دینهای دیگر در بین مسلمانان در امن و صلاح زیسته، بحث و مناظرات عقیدوی در همه زمان در بینشان وجود داشت و آن موجب جنگ و جدال در میانشان نگشته بود و مسلمانان آنها را تحقیر نکردند و زیر فشار نگرفتند. پس برادران عزیزم، امروز میبینیم بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی مسلمانان را کافر میگویند با اندکترین عمل که هیچ دلیلی ندارند. رویه معتزله مرکبی گناه کبیره را کافر میدانستند. باری با امام اعظم رحمت الله علیه به مناظره برخاستند. آنها پرسیدند چی میگوید در حق این دو جنازه‌ای که یکی مردی شرابخور بوده از سبب نوشیدن شراب بسیار به هلاکت رسید و دومین زنی است که از زنا حامله‌دار شد و دست به خودکشی زده است. معتزله ها از حضرت امام ابو حنیفه پرسیدند. حضرت امام پرسید آیا آنها قوم یهودند؟ آنها یهودی‌اند؟ گفتند که نه. آیا نصرانی‌اند؟ گفتند نه. آیا مجوسی‌اند؟ آتش پرستند؟ گفتند نه. پس گفت اینها کدام قومند؟ در کدام اعتقاداتند؟ آنها گفتند که اینها گویندگان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هستند، یعنی مسلمان بودند هرچند که گناه کبیره کردند. پس فرمود بگویید که کلمه شهادت 3/1 ایمان است یا نصف ایمان؟ سوالشون داد. همین کلمه شهادت 3/1 ایمان است یا نصف ایمان؟ پس آنها گفتند که ایمان 3/1 یا که نصف یا 4/1 ندارد. وقتی انسان که این کلمه را گفت ایمانی او کل است، یعنی پره است. پس پرسید شما بگویید که اینها اهل بهشتند یا دوزخ؟ از حضرت امام ابو حنیفه پرسیدند. پس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که به شما سخنان حضرت عیسی علیه السلام را می‌آورم که به خدا مناجات میکند. وقتی خداوند جل و علا تمام مسیحیان را جمع می‌آورد در ملأ عام و حضرت عیسی مسیح را می‌آورد و او را میگوید آیا تو اینها را گفتی که در برابر خدا بازگویند که فرزند خدا و مادر تو را روح القدس دیگر این اعتقادهایی که دارن آیا تو اونها را گفتی؟ حضرت عیسی مسیح میگه که نه، من به این اعتقادها
راضی نیستم، آنها رو به این نگفتم، وادار نکردم و نگفتم، این سخنان من نیست. وقتی من از بین اینها رفتم، تو خودت شاهدی آنها بودی، آنها خود به گمراهی و ضلالت رفتند، به زیاده‌روی ها رفتند. پس در اینجا حضرت عیسی مسیح میگه چه؟ ای پروردگارا، اگر آنها رو مورد عذاب قرار بدهی، این تعذبهم فانهم عبادك، اینها بندگانی تو، حق داری، اگر بخواهی عذابشون میکنی. و این تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، و اگر آنها را بیامرزی، و درستی که تو آمرزنده و بی نهایت مهربانی. سوره مائده آیه 118. سپس امام اعظم رحمت الله علیه سلسله آیات‌هایی را در ذمه بخشش گناهان به معتزلیون پیشکش نمود که آنها زیر تأثیر آیات قرآن کریم از این فکر عقیدهشان برگشتند. برادران عزیزم، این مسئله ها را که فهمیدید به دوستان و نزدیکان و اهل عائله‌تون رسانید که همین است اصل دین و مذهب ما. بالاترین گناه این است که انسان بگوید که ناامید باشد، بگوید خداوند مرا نمیبخشد. از این گناه بالاتر این است که بگوید خداوند تو رو نمیبخشد. از اینها بالاتر گناه این است که انسان بگوید تو کافری. چون در حدیث صحیحی که امام بخاری روایت کرده است، پیامبر خدا گفتند یک انسان اگر به برادرش، به یک مسلمان بگوید کافر، این گناه به یکی از آنها، یعنی یکی از آنها کافر خواهد شد. این گناه کفر گفتن بالا یکی از آنها می رود. پس برادران عزیزم، آنانی که دیگران را به کفر و بدعت و دیگر جدا میکنند، آنها گروه‌هایی هستند که مسلمانان را فرقه میکنند و این میخواهند با این کارهایشان اسلام را در نزد تمام جهانیان تاریک و دین وحشت نشان دهند. پس نگذارید، برای خود جرأت نگیریم و هیچ مسلمانی را بلند و به کفر حکم نکنیم. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند. خداوند گمراهان ما و شما را هدایت کند، همه ما و شما را هدایت کند، استوار بدارد در راه صراط المستقیم، همه ما و شما را کامیاب بدارد. پروردگار گذشتگان ما، پدر و مادران، گذشتگان استادان، همه را رحمت و مغفرت بگردان، قبرهایشان را با نور قرآن منور بگردان. پروردگار زندگی ما، فرزندان ما، کشور ما و امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و مبارک و با برکت بگردان. و این دست برداشتگان هر یک امیدها و آرزوها دارند، پروردگار در عمر و کسب و کار و تجارت و فرزندانشان برکتت را همیشگی بگردان. پروردگار آنان که خدمت میکنند، از استادها و سهمگزاران و دانشجویان و از حفظ حقوق برادران در اینجا خدمت کرده ایستادند، پروردگار همه اینها را در پناه اسمت خویشت نگهبان باش. هدایت و کامیابی ها و سعادتمندی های دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار دست های ما را خالی برمگردان، عاقبت و آخرت همه ما را نیک کن. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.